این جمله رو خیلی دوست دارم. میگه که اگه یه مشکلی دائما داره توی زندگی تکرار میشه، بدون که مشکل واقعی اون مشکل نیست، تو مشکل واقعی. فکر کنم کریس ویلیامسون گفت مداوم بودن تضمین نمیکنه که موفق بشی، اما تداوم نداشتن تضمین میکنه که میبازی. و برای همینه که این جمله خیلی درسته که تو به چیزی نمیرسی که لیاقتشو داری، تو به چیزی میرسی که فکر میکنی لیاقتشو داری، چون اونه که تعیین میکنه که توی هر موقعیتی چجوری رفتار کنی. یه جمله پاتریک بت دیوید داره که هر روز به خودم میگم. میگه که موقعی که پایینی رو داری میبازی یادت باشه که اونقدر که فکر میکنی بد نیستی، و موقعی هم که داری میبری یادت باشه که اونقدر که فکر میکنی خوب نیستی. یعنی مثلا تایمی که داری میبری همه تشویقت میکنن، میگم اوه ایول دیگه خفن ترین، هیچکی جاتو نمیگیره. همونجا که غرور میرسه بهت، رقیب ترین فرصت استفاده میکنه و میاد بالاتر. اون تایمی هم که پایینی همه اون فشارا روته، ولی یاد باشه که خیلی مسیر اومدی و اونقدر که فکر میکنی پایین نیستی، یه 2-3 تا پله مونده. و احساس میکنم این جمله تو هر شرایطی به آدم کمک میکنه. اگه یه دوستی داشته باشی و بهت بگه که شنبه ساعت 4 بیا بریم باشگاه، اما نیاد. دوباره بگه نه خب اوکی بیا دوشنبه بریم، نیاد. چهارشنبه بریم، نیاد. شنبه بریم، نیاد. دفعه بعدی که بهت یه پیشنهاد این شکلی بده، باورش میکنی؟ به احتمال زیاد نه. و همین اتفاق داره با خودت میفته. تو به خودت میگی که 6 صبح پا میشم، نمیشی. اوه دیگه توی پورنهاب نمیرم، میری. و بعد یه روز از خودت حمایت میخوای، نه از دوستات، نه از من، نه از پدر مادرت، از خودت. و بعد تعجب کردی که چرا خودت به خودت باور نداره. تقصیر توه. بهترین فریم ذهنی که تو رو به خوشحالی واقعی میرسونه اینه که از خودت بپرسی که چه چیزی نسخه آینده منو خوشحال میکنه. چون چیزی که تو رو الان خوشحال میکنه ممکنه فست فود باشه، اون دسره باشه، اون ارتباطاتی باشه که میدونی واسط خوب نیست، که شاید خوشحالت بکنه اما در بلند مدت بهت آسیب میزنه. اما اگه همیشه از خودت بپرسی که چه چیزی نسخه آینده منو خوشحال میکنه، همیشه به جوابای بهتری میرسی. بهترین روشی که تو میتونی خودت رو دوست داشته باشی این تکنیکای لوس اینسایی نیست که اوه برو جلو آینه به خودت بگو من خودم رو دوست دارم، من خودم رو دوست دارم، تو قوی. هر کسی که توی زندگی به پایین ترین حالت ها رسیده میدونه که این جمله چرته و میدونه که اصلا جواب نمیده. تنها روش اینه که الان اون سختیه، اون درد رو بپذیری و اون نسخه آینده توی جای بهتری باشه، چون تو یه روز به اون نسخه میرسی. و وقتی به اون نسخه رسیدی و به عقب نگاه میکنی و میبینی که خودت برای خودت فداکاری انجام دادی، فقط اون لحظه است که میتونی خودت رو دوست داشته باشی. تو الان میترسی که شروع کنی و ببازی و نگران این هستی که بقیه قراره راجع به چی فکر بکنن، واسه همین شروع نمی کنی. و اگه ما در نظر بگیریم که اصلا این حرف درسته، این توهم که بقیه دارن راجع به ما فکر میکنن درست باشه، مگه شروع نکردن به معنی باخت نیست؟ دقیقاً برای همینه که میگم تمرکزتو حداقل چند سال روی خودت بذار، چون مینیمم عشقی که تو به خودت دادی ماکسیمم عشقیه که میتونی به بقیه افراد بدی. بهترین روشی که تو میتونی خودت رو دوست داشته باشی این تکنیکای لوس اینسایی نیست که اوه برو جلو آینه به خودت بگو من خودم رو دوست دارم، من خودم رو دوست دارم، تو قوی. هر کسی که توی زندگی به پایین ترین حالت ها رسیده میدونه که این جمله چرته و میدونه که اصلا جواب نمیده. تنها روش اینه که الان اون سختیه، اون درد رو بپذیری و اون نسخه آینده توی جای بهتری باشه، چون تو یه روز به اون نسخه میرسی. و وقتی به اون نسخه رسیدی و به عقب نگاه میکنی و میبینی که خودت برای خودت فداکاری انجام دادی، فقط اون لحظه است که میتونی خودت رو دوست داشته باشی. همین.